چند تا حرکت خیلی عالی برای کسایی که زانوی پارانتزی دارن. برای این حرکات به یه توپ، یه لوپ و یه صندلی یا میز احتیاج داریم. میتونیم به جای توپ از یه بالش استفاده کنیم و به جای لوپ از یک کش پیلاتس گره بزنیم و به این شکل درش بیاریم. بعد به پهلو دراز میکشیم. اینجا میتونیم زیر سرتون توپ و یا بالش رو بذاریم و اینکه اگه راحتی روی آرنجتون بیستین، توپ رو میذاریم بین زانوها، پاشنه پا در امتداد لگن دقیقاً. پای پایینیتون اصلا نباید از زمین جدا بشه. از دست مخالفتون کمک بگیرید و با یه دم و بازدم پاشنه رو میاریم بالا، توپ رو قشنگ منقبض میکنیم، یه چند ثانیه مکس میکنیم و آروم برمیگردیم. دم میگیریم و با بازدم میاریم بالا. 10 تکرار این حرکت رو انجام میدیم. برای حرکت بعدیمون از لوپ میتونیم استفاده کنیم. لوپ رو میذاریم بین مچ پا. دوباره به همین حالت، این دفعه زانوهامون قشنگ به هم دیگه میچسبه. پاشنه پا رو بیاریم بالا، آروم عقب دم با بازدم میارم بالا. 10 تکرارم این حرکت رو انجام میدیم. و برای حرکت آخر این دفعه نیاز به صندلی داریم. پای بالایی رو میذارم روی صندلی، پای پایینی رو صاف میکنم، دم میگیرم و با بازدم این دفعه پایین رو میارم بالا. داخل ران رو قشنگ احساس کنید، آروم برگردیم. اگه اینجا احساس کردین حرکت خیلی راحته براتون، میتونید به مچ پاتون یه وزنه نیم کیلویی یا 1 کیلویی بزنید. 10 تکرارم اینو انجام میدیم. سعی کنید این حرکات رو روزی 2-3 بار انجام بدید. و الان من فقط یک سمت رو نشون دادم، حتما سمت دیگرم انجام بدید و باز هر سوالی داشتین برام کامنت کنید.